یه سری از پرونده‌های جنایی پشت ظاهر یه قتل ساده و معمولی رازایی رو پنهان کردن که اگه برملا بشن میتونن سرنوشت‌ها رو عوض بکنن یا حتی شبکه‌های اطلاعاتی رو نابود بکنن. پرونده ما مربوط به آرژانتینه، منطقه میسینیوس که پر از جنگله. یه آدمکش حرفه‌ای و معروف داریم به نام ال لوبو یا گرگ. مأموریت سلاخی یه خانواده رو انجام داده که البته قرار بوده این مأموریت کاملا تمیز و شسته رفته انجام بشه، اما فقط یه اشتباه کوچیک، فقط یه اشتباه ساده و به ظاهر بی اهمیت تمام محاسباتش رو زیر سوال میبره و باعث میشه که یه شبکه اطلاعاتی مخفی شوروی که توی آمریکای لاتین داشته فعالیت میکرده لو بره. توی این پرونده فقط جنایت قتل نیست، لو رفتن اون شبکه اطلاعاتی هم هست که کاملا اتفاقی شده. ارنستو توی محله لاکوسا کنار رودخونه پاراگوئه به دنیا میاد، یه جایی که راستشو بخوای مردمش به جای اینکه زندگی بکنن تلاش میکردن که زندگی بکنن. یه محله فوق العاده فقیر که قطعا نمیتونی ازش تصوری توی ذهنت داشته باشی، از اون جاهایی که ببین جالب نیست دیگه، کلا همه توش خلافکار ازش در اومدن. این ارنستو ما خلافکاره، باباش هم خلافکاره، مامانش خلافکار نیست ولی خب اصلا آشناییشون جالبه که همه اینا جلوتر بهتون میگم. توی محلهشون خونه هاشون هم همشون از چوب بوده، نه اینکه فکر بکنی عاشق خونه های چوبی بودن، نه اصلا چوب ارزون ترین و در دسترس ترین چیزی بوده که میتونستن باهاش یه سرپناه بسازن، یه خونه بسازن. ارنستو ما هم توی همچین شرایطی به دنیا میاد و بزرگ میشه و کل بچگیشو با گرسنگی و فقر و تنهایی میگذرونه. از اون مدل فقری که آخر عاقبتش یا اعتیاد یا مرگ یا زندان. باباش معمولاً روزا توی خونه خواب بوده، شبا میرفته بیرون دنبال قاچاق چوب. مامانش هم توی خونه آدمای پولدار و اربابای منطقه داشته کارگری میکرده. خب ما الان بچگی ارنستو رو فهمیدیم چیه. ارنستو باباش چیه، چی کار است و مامانش چی کار است. خودش هم تو اون محله بزرگ شده، محله‌ای که همه آدما قاچاقچی ان، همه بچه‌ها فقیرن، اسباب بازی چیزی نداشته، یعنی بچگی درستی نداشته، حتی یه توپ نداشتن که بخوام باهاشون بازی بکنن. حالا فکر می‌کنید توی همچین شرایطی مثلا درس و مدرسه برای همچین آدمای مهم بوده؟ نه اصلا. برای خانواده‌های مثل خانواده ارنستو فقط زنده بودن مهم بوده، یعنی شکمشون رو سیر بکنن، کاسبی بکنن. کاسبیشون هم که گفتم قاچاق چوب بوده. اون وقتی که 10 سالش بوده با باباش میره توی جنگل، یعنی از 10 سالگی شروع میکنه به قاچاق انجام دادن. قبل اون فقط فهم میکرده که باباش مثلا شبا میره بیرون یه کاری انجام میده و برمیگرده، اما خودش هم دیگه از اون سن تبدیل شد به یه قاچاقچی و توی این کار یه مهارتی رو یاد میگیره. مهارت این که کدوم مسیر امن‌تره، کجاها باید چشم دیگران قایم بشه، چجوری باید از دست مامورای گشتی فرار بکنه. و چیزی که توش خیلی مهارت داشته این بوده که سکوت مطلق، تاریکی مطلق، بتونه توی جنگل حرکت بکنه و کسی اصلا متوجه حرکتش نشه. بچه این مهارتی که بهتون میگم تو آیندهش خیلی تأثیر میذاره، یعنی همین مهارت باعث میشه که تبدیل بشه به یه آدم خیلی وحشتناک و ترسناک. و این اگر هم فکر بکنید که قاچاق چوب یه کار راحت بوده، همچین چیزی نیست. به خاطر اینکه اون زمان توی اون منطقه قاچاقچی‌های خیلی بزرگ که قاچاق آدم و قاچاق اسلحه انجام میدادن، پوشش کاریشون قاچاق چوب بوده. برای همین مامورام خیلی حساس بودن روش. درسته که شما فکر بکنید مثلا یه چوبه میرن میبرن و میذارن تو ماشین، حالا میبرن خوردش میکنن و میفروشن، ولی وقتی که قاچاقچی‌های بزرگ دارن همچین کاری میکنن پس مطمئن باشید که خیلی حساس میشن روی قاچاق چوب. حالا خود من یه خاطری دارم راجع به قاچاق چوب، بذارید اینو الان بهتون بگم تا شروع بکنیم داستان ارنستو و باباش و رابطه‌شون و این حرفا. توی جنگل بودم، فکر میکنم سمت گرگان گلستان بودم، با ماشینم داشتم رفتم توی جنگل، میخواستم برم تو ارتفاعاتش، برم تو بالا. یه سری جاده‌های خاکی هست توی جنگلا، من این جاده رو داشتم همینجوری میرفتم، رسیدم به این نیسان آبی که داشتن چوب میبریدن و با اره برقی صداشون از خیلی عقب‌تر میومد، کاملا مشخص بود. ولی یه جور جاده رو بسته بودن که حالا هم نمیتونستی رد بشی و اینکه من وقتی که نزدیکشون شدم اینا اومدن سمت من،
یعنی یه جورایی اومد بهم میگه که اینجا چی کار داری، از وقتی که من کاری با این نداشتم، من فهم خواستم رد شم. منم سری دوزاریم افتاد، گفتم که میخوام برم بالا جای خونه، از کجا باید برم؟ گفت از اینجا نیست و فلان و بهم آدرس دادن. من برگشتم دور زدم و اونا رسما قاچاقچی بودن ولی خیلی ساده داشتن تو جنگل کار میکردن. حالا نمیدونم شاید چون ما اینجا قاچاق آدم و قاچاق اسلحه واسه جنگل گلستان نداریم، مامورا باشون کاری نداره یا حالا کارشونو دارن میکنن دیگه. حالا ولش کن، بریم تو پرونده خودمون. میخوام رابطه ارنستو با باباشو تحلیل و بررسی بکنیم. باید بهتون بگم که رابطه عاطفی خیلی خاص و عجیب غریبی بینشون نبوده و اصلا کاری باهاش نداشته. اسم باباش میگل آنخل سالگادو بوده، متولد سال 1903 تو پوساداس، پسر یه مهاجر اسپانیایی بوده که از سالها قبل اومده بوده توی آرژانتین، شغل ثابتی نداشته، بیشتر عمرشو قاچاق چوب گذرونده بوده. البته وقتی میگیم قاچاق چوب باشه، این قاچاق خیلی سخته، من دارم میگم قاچاق داره. واقعا فکر نکنید که میگم وقتی میگم قاچاق چوب فکر نکنید که مثلا همون یه درخت میبرن و میرن کارشون میکنن با خوشحالی مثلا میفروشنش. بس خیلی پیچیده تر سر اون قضیه قاچاقچیا و اینا. اما سال 1950 یه اتفاق مهم میفته. اون موقع ارنستو 11 سالش بوده که میگل توی یکی از درگیری‌های مرزی با مامورات تیر میخوره و میمیره. میگل کی بود؟ باباش بود دیگه. باباشو میرن میکشن. جسدش 3 روز بعد پیدا میشه. این اتفاق برای یه بچه 11 ساله میتونه خیلی سخت باشه، تا آخر عمرش هم توی ذهنش باقی میمونه. فکر کن تازه برای خودش مثلا سیبیل در برده، باباش ورش داشته بردتش توی کار، باباش هم میکشن. خب البته قاچاقچی بوده دیگه، درگیری پیش اومده، حالا شاید هم واقعا قاچاقچی چوب نبوده، شاید داشته قاچاق دیگه ای میکرده، اما این چیزی که میدونه قاچاقچی خاصی بوده. اون شب میگل مثل خیلی از شبای دیگه از خونه زده بوده بیرون که بره سر کارش. نه خداحافظی خاصی کرده بوده، نه اتفاق عجیبی افتاده بوده. برای خانواده سالگادو این موضوع کاملا عادی بوده. میگل بعضی وقتا حتی میرفته چند روزم شده بوده حتی بر نمیگشته. خب توی جنگل اون زمانا موبایل هم نبوده که بخواد مثلا به کسی اطلاعی بدی. طبق چیزی که بعداً مشخص شده، اون شب میگل همراه چند تا از رفقاش رفته بوده یکی از مناطق جنگلی نزدیک مرز تا کاراشون رو انجام بدن. اما اون شب ظاهراً کارا طبق برنامه پیش نمیره. گزارش‌های روزنامه‌نگارای محلی میگن که مامورای گشتی از قبل به حضور قاچاقچی‌ها توی اون منطقه مشکوک شده بوده و برای همین چند تا گروه گشتی رو فرستاده بوده تا مسیرهای خروجی جنگل زیر نظر بگیرن. حالا اینکه دقیقاً چه اتفاقی بین میگل و مامورا افتاده هیچ کس با اطمینان نمیدونه. یه سری‌ها میگفتن که قاچاقچی‌ها سعی کردن فرار کنن، مامورا بهشون شلیک کردن. یه سری‌ها میگفتن که درگیری مسلحانه کوچیکی بینشون اتفاق افتاده بوده، اینا به اونا تیر زدن، اونا به اینا تیر زدن. کاری نداریم بچه‌ها. چیزی که توی همه روایت‌ها مشترکه اینه که میگل موقع فرار تیر خورده و زنده از جنگل بیرون نیامده. روز اول کسی نگران نشده، روز دوم هم هنوز خانواده فکر می‌کردن شاید جایی مخفی شده باشه تا اوضاع آروم بشه، تا اینکه روز سوم جسدش رو پیدا میکنن. وقتی که خبر مردنش به لاکوستا میرسه، مردم محلی خیلی تعجب نمیکنن. شاید برای من و شما عجیب به نظر بیاد، ولی برای آدمایی که کل عمرشون رو توی قاچاق و زندگی مرزی و لای قاچاقچیا بودن، مثلا همچین مرگی چیز عجیب غریبی نیست. هر چند وقت یه بار یکیشون میمیره قطعا همینطوری. اما ارنستو چی میشه؟ اینجاست که داستان یکم فرق میکنه، چون برخلاف چیزی که ممکنه تصور بکنید، ارنستو بعد مرگ پدرش تبدیل به یه بچه افسرده نمیشه. میگل بیشتر مثل یه سایه بوده تو زندگی ارنستو تا یه پدر واقعی، و این پدر و پسر خیلی رابطه عاطفی درست و حسابی با هم دیگه نداشتن. برای همین وقتی کشته شد، ارنستو بیشتر از این که حس دلتنگی کنه با یه واقعیت جدید روبرو شد. اینکه آدما میمیرن، اینکه ممکنه یه نفر از خونه بره بیرون دیگه هیچ وقت برنگرده، و شاید مهمتر از همه اینه که راهی که پدرش انتخاب کرده بود راهی بود که آخرش خیلی وقتا یا به زندان ختم میشه یا به مرگ و اینا. تمام اینا رو دارم بهتون میگم که تصور بکنید توی ذهن اون بچه چه چیزایی شکل گرفته بوده. میگل بیشتر شبا بیرون از خونه بود و در اصل بزرگ شدن پسرشون ندیده. برای همین مرگشون ضربه عاطفی بزرگی که معمولا از دست دادن پدر برای یه بچه ایجاد میکنه رو به وجود نیاورده.
اما اگه بخوایم نقطه اتصال واقعی بین ارنستو و باباشو پیدا بکنیم، احتمالا نه محبت بوده نه خاطره های خانوادگی، بلکه همون راه و سرنوشتی بوده که میگل سالا توش بوده، یعنی قاچاق چوب. چون ارنستو هم تصمیم گرفته که بره قاچاقچی بشه، چاره دیگه ای نداشته. همه توی اون محل داشتن قاچاقچی میشدن و کار دیگه ای نداشتن. حالا که درباره پدرش صحبت کردیم، بذارید راجع به مامان ارنستو هم یه توضیح بهتون بدم. چون یه سری وقتا شخصیت آدم‌ها فقط از روی اتفاقایی که براشون میفته شکل نمیگیره، از روی رویاهایی هم که از دست دادن هم ساخته میشه و شکل میگیره. اسم مامان ارنستو کارمن لویتسیا د سالگادو بوده، دختر یک کشاورز فقیر پاراگوئی. اما چیزی که کارمنو از خیلی از دختره هم دوره خودش جدا میکرد یه شجاعتی بوده که داشته، شجاعتی که قبل از آشنایی با بابای ارنستو داشته. کارمن از پاراگوئه فرار میکنه میاد آرژانتین. برای چی؟ برای آزادی. حداقل خودش فکر میکرده که مثلا اون طرف مرز قراره زندگی و سرنوشت متفاوت و عجیب غریبی انتظارشو بکشه. خیلی وقتا آدما فکر میکنن اگر جایی که به دنیا اومدن فرار بکنن، از سرنوشتشون هم فرار کردن. اما زندگی همیشه اینطوری کار نمیکنه. کارمن وقتی که به آرژانتین رسید تقریبا هیچ کسی رو نداشته، نه پولی نه خانواده‌ای، نه کسی که بشه به عنوان مثلا تکیه‌گاه روش حساب کرد. فکر بکن یه دختر جوان تنها میاد قاچاقی از مرز فرار میکنه. توی همین شرایط با میگل آشنا میشه. بذارید یه چیزی رو همون اول براتون روشن بکنم. داستان آشنایی اینا از اون داستانه عاشقانه و رمانتیکی و نتفلیکسی نیست. نه عشق آتشینی در کار بوده، نه دلدادگی خاصی. کارمن یه دختر فراری تنها بوده که داشته پیاده از مسیر جنگل فرار میکرده. توی همین مسیر فرار توی مرز با میگل آشنا میشه. کارمنم دنبال یه سقف و سرپناه بوده. این آدم هم میبینه، اینم خودش هم خلافکار، اینم که داشته رسما خلاف میکرده. این تا با هم آشنا میشن و توی همون شب توی جنگل نطفه ارنستو شکل میگیره. با هم دیگه داستان میکنن و ارنستو به دنیا میاد. حالا وقتی که ارنستو و کارمن با هم دیگه ازدواج کردن، اون صاحب اون چیزی که میخواسته شد، یعنی اون سرپناه، اون خونه‌ای که دلش میخواسته شد. اما حالا نه سرپناهی که فکر بکنی توی رویاهاش تصور میکرده، ولی اون چیزی که حالا حداقل به خاطرش فرار میکرد و بهش رسید. حالا این توضیحات دادم، فهمیدید که میگل تو سال 1950 میمیره. خب مامانش چی میشه؟ مامانش میمونه با یه شوهر مرده و یه ارنستو 11 ساله و یه لوسیای 8 ساله. حالا مادرش این وسط خلافکار نیست، ارنستو خلافکار کرده. اما میخوام همه رو تحلیل بکنیم، چون اتفاقایی که رو روان مادرش میذاره روی روان ارنستو هم تأثیر میذاره. سال 1955 لوسیا خواهر کوچیک ارنستو به خاطر یه بیماری تنفسی از دنیا میره. تصورشو بکنید، کارمن اول رویاهاشو از دست داد، بعد شوهرشو از دست داده بود، حالا هم دختر کوچیکشو از دست داده. اونم تو شرایطی که اگه خانواده پول و امکانات بیشتری داشتن شاید داستان جور دیگه ای تموم میشد. 4 سال بعدم تو سال 1959 خودش هم بر اثر سکته مغزی از دنیا میره و اینطوری میشه که ارنستو قبل از اینکه وارد 20 سالگی بشه تقریبا تمام اعضای خانواده‌شو از دست داده بوده. اول پدرش، بعد خواهرش، بعدش هم مادرش. حالا دیگه اون پسر بچه‌ای که تو کوچه‌های گلی بزرگ شده بود و بازی میکرد نبود، تقریبا تنها شده بود، هیچ کس توی دنیا نداشته. بچه به نظر من طبق تحقیق مفصلی که انجام دادم توی شناخت شخصیت ال لوبو یا همون ارنستو یه نکته خیلی مهم وجود داره که اگه بهش توجه نکنیم خیلی از رفتاراش اصلا قابل فهم نیست برای ما. ببینید ارنستو توی بچگی 2 ضربه خیلی سنگین میخوره، یکی مرگ پدرش و یکی هم مرگ خواهرش. حالا شاید بگید خب خیلی از آدما عزیزاشون از دست میدن، پس چرا قضیه برای ارنستو باید متفاوت باشه؟ اینجا دقیقاً همون نقطه مهم ماجراست. وقتی پدرش میمیره ارنستو فقط 11 ساله بوده. چیزی که عجیبه اینه که تقریباً هیچ واکنش خاصی نشون نمیده، نه گریه میکنه، نه اذیت میشه، نه ناراحت میشه. ولی بچه 11 ساله انتظار دارید که گریه بکنه دیگه، ناراحت بشه دیگه. ولی فکر نکنید که مثلا آدم خیلی قوی بوده، شاید حالا باباش زیاد براش مهم نبوده. اما خیلی وقتا زخمی که دیده نمیشه از وقتی زخمی که دیده میشه خطرناکتره.
طبق نظریه روانشناس پرونده به نظر میرسه که ارنستو اصلا وقت نکرده که مثلا بخواد سوگواری بکنه، بخواد غمشو نشون بده. درسته که چند سال بعد طول کشیده حالا تا خواهرش بمیره، مادرش بمیره، اما شرایط سخت زندگی رو روانش همش داشته تأثیر میذاشته. سال 1955 ارنستو الان 16 سالشه. بعد از مرگ پدرش عملاً تنها آدم مهم زندگیش لوسیا بوده، یعنی خواهرش دارم بهتون میگم دیگه. حالا تصور بکنید همون آدم مهم داره جلوی چشمش آب میشه، از بین میره و هیچ کاری از دستش بر نمیاد. اولش ارنستو فکر میکرده که میشه کاری کرد، خودشو به آب و آتیش زده، رفته پول قرض کرده، کار کرده، کارگری کرده، اما نشده. اون رقمی که لازم بوده نتونسته جمع بکنه و خواهرش میمیره به خاطر فقر، به خاطر بیپولی. و بچه اینو میخوام بهتون بگم، ما فکر نکنید مثلا هزینه خوب شدن خواهرش خیلی زیاد بوده. با یه مبلغ شاید جزئی میتونسته مثلا خواهرش زنده بمونه، ولی همون مبلغ جزئی هم این نمیتونسته در بیاره. و چیزی که توی گزارش‌های پرونده ثبت شده اینه که بعد از مرگ خواهرش نه ناراحتی کرده نه سوگواری کرده. تنها چیزی که هست این بوده که قبل از خاکسپاری یه موچین و یه دسته از موهای لوسیا رو برداشته و برای همیشه شهرشون رو ترک کرده. یعنی قبل از اینکه حتی مادرش بمیره خودش گذاشته شهر رو ترک کرده. برای همین من مردن مادرش رو زیاد مهم تو زندگیش تفسیر نکردم، چون اول پدرش بعد خواهرش، یعنی خواهرش اصلا روانیش کرده. بچه من برای پیدا کردن این پرونده ها هزینه زیادی میکنم، هم از نظر اقتصادی هم از نظر تایمی. پس خواهش میکنم ازتون با لایک و سابسکرایب من حمایت بکنید. این کانال جدید زدم، تازه زدم، حمایت بکنید، لایک بکنید که بیاد بالا و انتقاد بکنید. چیزی که خیلی مهمه اینه که انتقاد بکنید. توی کامنت ها رو میخونم، بگید آقا بیانت اشتباهه، گویشت اشتباهه، مثلا اینجوری بکنی بهتره. خواهش میکنم ازتون اینو کمکم بکنید. و میدونی یه چیزی که بیشتر از همه منو شوکه میکنه چیه؟ اینه که 4 سال بعد مامانش هم میمیره، اما ارنستو برای مراسم خاکسپاری مادرش بر نمیگرده. اما ارنستو اولین قتل زندگیشو چه زمانی انجام میده؟ سال 1956، یعنی فقط 1 سال بعد از اینکه شهرشو برای همیشه ترک کرده بوده. حدوداً 17 سالشه اینجا، هیچ خانواده‌ای نداره، هیچ پشتوانه‌ای نداره و برای زنده موندنش مجبور شده بره سمت شغل پدریش، یعنی قاچاق. تو سن 17 سالگی قاچاقچی شده. البته نه که فکر بکنید از همون روز اول تبدیل شده بوده به یه خلافکار حرفه‌ای، نه اصلا، چون که باباشو که دیگه از دست داده مجبور شده بره پیش آدمای دیگه اونجا مثلا کارگری بکنه، زاغسیا چوب بزنه، مخبری بکنه، نگهبانی بده، کاری که تازه وارد انجام میدن دیگه. و چون توی اون محلشون هم خیلی اوکی بوده داستان قاچاق اینا، خیلی سریع گرفتن این پسر میگله بیا برو اینجا قاچاقچی بشو. اون میره توی تیم یه آدمی به نام توئرتو یه چشم. این فارسی شد، تو زبان خودشون یه چیز دیگه بوده ولی خب معنیش همین بوده. توئرتو اسمش بوده، لقبش یه چشم بوده. اینجا یه اتفاق میفته که به نظر من یکی از مهمترین نقاط زندگی ارنستوه. یه شب توئرتو حسابی مست بوده، اونقدر مست که کنترل رفتارش از دست میده و به ارنستو تعرض میکنه. حالا تصور بکنید این صحنه چقدر میتونه دردناک باشه. فکر کن از همه جا زده، تنها میاد میره یه جای کار بکنه، اونم یه همچین بلای سرش میارن. بچه ارنستو ما میدونیم که قراره قاتل باشه، آدم بکشه. من نمیخوام ازش حمایت بکنم و میخوام مراحل شکل گیری یه قاتل رو براتون تفسیر بکنیم، یعنی با هم دیگه. اما چیزی که میدونیم، حالا برگردیم به اون شبی که این توئرتو بهش تعرض میکنه، تجاوز میکنه، چیزی که میدونیم اینه که ارنستو اون شب مقاومت خاصی نمیکنه. ماجرا همونجا تموم میشه، حداقل از دید بقیه، یعنی تو آمارا اینجوری بوده. اما فقط 24 ساعت بعد جسد توئرتو پیدا میشه. به قتل رسیده بوده و نحوه قتلش اونقدر عجیب بوده که بین قاچاقچیای اون منطقه در موردش حرف میزدن. نکته جالب اینجاست که شبکه‌های قاچاقی محلی یه قانون نانوشته داشتن. میگفتن که اگه بتونی آدم بکشی و دستت نلرزه، اون موقع ثابت کردی که به درد این کار میخوری. خب اگه این قانون رو قبول کنیم، ارنستو فقط یه بار خودش رو ثابت نکرد، بارها و بارها این کار رو کرد. اتفاق اصلی اینه که ارنستو
میره از اون تورتو انتقام میگیره و میخوام براتون تعریف بکنم که چطوری میره انتقام میگیره. بذارید از دید اون نگهبانایی که برای تورتو بودن تعریف کنم که اون شب مثل اینکه داشته همش تو بیرون سیگار میکشیده، با خودش حرف میزده. حالا اینکه حرف میزده چی میگفته معلوم نیست، اما چیزی که مشخصه یعنی ذهنش درگیر بوده دیگه. ارنستو نزدیک خونه تورتو داشته میگشته اون شب. صبر میکنه آخر شب که میشه تورتو مست و پاتیل برمیگرده خونه، انتظارشون میکشه تا محافظاش برن بخوابن، تنهاش بذارن. بعد میره جلو در خونهش در میزنه و اینطور وانمود میکنه زیرکیش اینجاست که از اتفاق دیشب خوشش اومده و میخواد که دوباره تکرار بشه. تورتو هم از خدا خواسته استقبال میکنه. تورتو و ارنستو میرن تو اتاق خواب. ارنستو از تورتو میخواد که شلوارشو در بیاره. بعد سر فرصت یه چاقوی کوچیک که همراه خودش برده بوده را تو جورابش قایم کرده بوده بیرون میاره و با یه ضربه سری اونجای تورتو رو میبره. خیلی دردناکه اونجاش دیگه میبره، جایی که برای تورتو خیلی مهم بوده و ارنستو رو به توسط اون تبدیل کرده بوده به یه هیولا و مثل اینکه اون لحظه توی دستش میگیره و وای میسه خون ریختن و جون دادنش. البته فقط این نبوده، ضربات چاقو دیگه هم بهش میزنه. آره. بعد وای میسه که تماشاش میکنه. یعنی بیلبیلک و بعدش بیلبیلک تورتو رو میبره به عنوان یادگاری، میذاره توی یه شیشه الکل و میذاره یه جای جلوی چشمش. بازم طبق اعترافاتش این شیشه رو صبح به صبح موقع صبحونه خوردن میذاشته سر میز و نگاش میکرده. اینجاش واقعا برام عجیبه. اگه خوشت میومده از اون داستان چرا کندیش؟ اگه خوشت نمیومده چرا هر روز نگاش میکنی؟ این آدم روانیه دیگه، روانی شد به خاطر فشارهایی که از قبل براش اومده بود. حالا شاید براتون سوال باشه که چرا اصلا به ارنستو میگفتن ال لوبو. خب بذارید براتون توضیح بدم. ال لقبی بوده که اون سالا به گنگسترها و کله گنده های آمریکای لاتین میگفتن. هنوزم همینطوره ها، مثلا مثل ال کاپو. اما قسمت جالبش اینجاست که لوبو تو زبان اسپانیایی یعنی گرگ. و اینجا یه نکته بامزه وجود داره. درسته که ارنستو توی کشور اسپانیایی زبون به دنیا نیومده بوده، اما ریشه های پدریش به خانواده‌های اسپانیایی برمیگشته. برای همین این اسم یه جورایی به هویت خانوادگیش هم وصل می‌شده. اما چرا گرگ؟ حالا معنیشو می‌خوایم بررسی بکنیم. داستان برمیگرده به سال 1957. اون موقع ارنستو تازه داشته بین قاچاقچی‌های محلی برای خودش اسم و رسم پیدا می‌کرده. حالا یادتونه که بهتون گفتم پدرش به دست 3 مأمور مرزی کشته شده بوده. ارنستو این موضوع رو هیچ وقت فراموش نکرد، مخصوصا که خودش حالا رفته بوده توی قاچاقچی‌ها. یه سری آدما با زمان آروم میشن، یه سری هم فقط صبر میکنن تا وقتش برسه و به نظر میرسه که ارنستو از اون دسته دوم بوده. بعد از قتل تورتو یه اتفاقی برای ارنستو میفته. اون برای اولین بار حس میکنه که قدرت داره. یه جورایی روح و روانش با کشتن تورتو ارضا میشه. بچه‌ها این که تونسته بوده سنگینی تحقیر تجاوز رو حذف بکنه و وقتی که اونو کشته احساس آرامش کرده بوده، باعث شده که یاد کشته شدن پدرش بیفته و تصمیم بگیره که بخواد مثلا انتقام بگیره. حالا برسیم به ماجرایی که اسم ارنستو رو برای اولین بار بین قاچاقچی‌های منطقه سر زبون انداخت. ماجرای 3 مأمور مرزی، همون 3 نفری که گفته میشد سالها قبل به سمت پدرش شلیک کرده بودن. ارنستو یه شبی که تو جنگل مهر بوده رو انتخاب میکنه و 2-3 از همکارای قاچاقچی خودش دوستارم برمی‌داره به خودشون میبره. طبق گفته یک کدوم از اون همراهاش مثل یک گرگ خیلی بی سر و صدا به مأمور اول نزدیک میشه. مأمور اون لحظه داشته پای درخت جیش میکرده، با چاقویی که داشته گلوشو گوش تا گوش میبره، لباسشو میپوشه. بعد میره سمت 2 مأمور دیگه. اون 2 مأمور دیگه توی ماشین بودن، داشتن توی ماشین چرت میزدن. ارنستو میاد چوب درخت بزرگ میذاره جلوی در ماشین که اینا نتونن در ماشین رو باز بکنن و فرار بکنن. بعد ماشین رو آتیش میزنه. یعنی اینا زنده توی ماشین سوختن و اون لحظه حتی اون دوستاش اصلا نیاز نبوده که کمکش بکنن. و نکته جالبش اینجاست که انتقام پدرشو با چوب میگیره به خاطر همون چیزی که کشته شده بوده. ارنستو همونطوری که توی ماشین بودن
کل ماشین آتیش زده، مثل یه روح ناپدید میشه. دوستاش اصلا لازم نمیشه که کاری بکنن، کاری انجام بدن. یکی از قاچاقچیایی که اون شب همراهش بوده بعدن به روزنامه‌نگار محلی گفته بوده، بذار دقیقاً جمله خودشون براتون بخونم: به خدا قسم مثل یک گرگ از دل مه اومد و کارشو انجام داد و توی مه گم شد. و ظاهراً همین جمله بین بقیه آدما دهن به دهن میچرخه و خیلی زود ارنستو لقب جدیدشو پیدا میکنه، ال لوبو. حالا اینجا میرسیم به یکی از عجیب ترین جنبه های شخصیت ال لوبو، چیزی که اتفاقاً بین خیلی از قاتلای زنجیره‌ای و جنایتکارای خشن هم دیده میشه. من طبق تحقیقاتی که انجام دادم راجع به این ماجرا انجام دادم و مطالعه نظر پزشک دادگاه، میتونم بگم که ال لوبو به یه اختلال روانی به اسم پارافیلیا دچار بوده، یا به زبان ساده‌تر یادگارخواهی از قربانی. یادتونه گفتم ارنستو بعد از مرگ لوسیا یه دسته از موهای خواهرش رو با خودش برداشت و سالا نگه داشت، یا اون یادگاری گوگلی از تورتو که از همشون سمتره به نظر من البته یادگاری. خب اینا اتفاقی نیست. توی روانشناسی جنایی وقتی یه قاتل بعد از مرگ قربانی چیزی رو برای خودش برمی‌داره، تحلیل رایجش اینه که قاتل میخواد نوعی کنترل روی قربانی خودش داشته باشه، حتی بعد از مرگ. انگار مرگ به تنهایی کافی نیست، انگار یه بخشی از وجود مقتول باید برای همیشه همراه قاتل باقی بمونه. برای همین یه سری یا مو برمی‌دارن، یه سری لباس، یه سری ساعت، یه سری انگشتر، یه سری هم چیزای عجیب‌تر مثل اون یادگاری گوگلی توی شیشه که جلو چشش نگاش می‌کرده. اما چیزی که این موضوع رو جالب‌تر می‌کنه اینه که این ریشه این رفتار یعنی به خیلی قدیمی‌تر از چیزی که فکر می‌کنیم برمیگرده، خیلی قدیمی‌تر. در واقع باید بریم هزاران سال قبل‌تر، یعنی زمانی که انسان تازه داشته یاد می‌گرفته چطور با جهان اطرافش ارتباط برقرار بکنه. دورانی که یه سری از مردم شناسا بهش میگن عصر جادو. جادو اون زمان بچه‌ها 2 تا شکل داشته، یا اینکه از اون شخصی که می‌خواستن جادوش بکنن، طلسمش بکنن، یه چیزی می‌ساختن مثل عروسک وودو. یعنی اون عروسک رو می‌ساختن، این می‌شده نماد اون آدم که ارتباط برقرار بکنه بین اون آدم، که مثلا هر بلایی که سر این عروسک بیارن سر اون آدم بیاد. میخوام ارتباط رو بهتون بگم. یا یه موقع بوده میگفتن یه چیزی از اون آدم بردار بیار، یه وسیله بیار، یه لباسی بیار که ما بتونیم روش جادو بکنیم که اون وسیله باعث ارتباط میشه. حالا این قاتلایی که میان اون یادگاری رو برمیدارن فقط به خاطر نمونه کار نیست، رزومه جمع نمی کنن که بگن ما اینا رو کشتیم اینم نمونه کارمون. چون از اون کار لذت بردن، اونو نگه داشتن که بگن اون آدمه بود من کشتم، اینه یادگاری نیست، اون ارتباط هست، اون حس هست. نمیدونم تونستم کامل متوجهتون بکنم یا نه. نه در اصل انگار اون وسیله به اون آدم وصله. حالا نمیخوام بگم ارنستو داشته جادوگری میکرده ها، نه ولش کن. اما یه چیز جالب و عجیبی که این وسط در مورد ارنستو هست اینه که اون فقط این وسیله ها رو جمع نمیکرده، اون با این وسیله ها زندگی میکرده. اعترافاتی که پیش روانشناس دادگاه کرده گفته که با اون وسیله ها حرف میزده. یعنی وقتی که مثلا اون مو یا اون موچین لوسیا پیشش بوده، انگار که خود لوسیا اونجاست، باهاش درد دل میکرده. یا وقتی که عصبی میشده به اون شیشه یادگاری که از تورتو داشته با اون فوشش میداده، یعنی مثلا هر سری سر اون شیشه خالی میکرده. حتی گفته بوده که چندین بار عصبی شده بوده، مثلا اون شیشه رو زده شیکونده و حالا مجبور شده بریزتش توی شیشه جدید. الان میخوام برسیم به 14 آگوست 1970. الان ساعت 11:45 شب. ارنستو با اسب سمت خونه وارگاسا حرکت میکنه. وقتی نزدیک ملک میرسه از اسبش پیاده میشه، اونو کنار یکی از درختای جنگل میبنده. اون افسار اسب محکم گره نمیزنه. اتفاقی اصلا این دقیقاً یکی از درسایی بوده که سالها قبل از یکی از خلافکارای قدیمی منطقه یاد گرفته بوده. قبل از اینکه وارد هر کاری بشی مطمئن شو راه خروجت از قبل آماده است. واسه همین ارنستو هیچ وقت خودشو توی بنبست قرار نمیداده. اگه اوضاع خراب میشده باید میتونسته ظرف چند ثانیه سوار اسبش و فلنگو ببنده. بعد از بستن اسب باقی مسیر رو پیاده میره، آروم و بی سر و صدا با حوصله. حدود 200-300 متر با خونه فاصله داشته که برای اولین بار مکث میکنه.
صدای واق یه سگو میشنوه. چند ثانیه بدون کوچکترین حرکتی، وقتی مطمئن میشه خطری وجود نداره، دوباره به راهش ادامه میده. اما چند دقیقه بعد دوباره وای میسه. این بار نه به خاطر صدا، بلکه به خاطر بوی چوب سوخته. بعدم چشش به دودی میفته که از دودکش خونه میومده بیرون و این خبر خوبی نبوده، چون فقط به این معنا بوده که یه نفر توی خونه هنوز بیداره. ارنستو آدمی نبوده که چیز رو به شانس واگذار بکنه، برای همین چند دقیقه همونجا منتظر میمونه، نگاه میکنه، گوش میده و سعی میکنه بفهمه داخل خونه چه خبره. در مجموع چیزی حدود 8 تا 10 دقیقه طول میکشه تا خودشو به محدوده خونه برسونه. بچه‌ها من اینطور فکر میکنم که شاید ارنستو اون لحظه دودل شده بوده یا شاید هم اصلا تصمیم گرفته بوده برگرده. اصلا بعید نیست، چون اللوبو یه شخصیت پیچیده داره و نمیشه راجع به کاراش خیلی ساده اظهار نظر کرد. خودشو نزدیک میکنه، از پنجره داخل خونه رو نگاه میکنه. همون لحظه متوجه میشه که حدسش درست بوده. پدر خانواده هنوز بیدار بوده و داشته کتاب میخونده. ارنستو تا حدود ساعت 12 صبر میکنه، اما وقتی میبینه که پدر خانواده هنوز چراغ اتاقش خاموش نشده و انگار قصد خوابیدن نداره، دیگه صبرش تموم میشه. آروم از حیاط پشتی وارد میشه و در خونه رو باز میکنه. اون قاچاقچی بوده دیگه، باز کردن در براش کاری نداشته. داخل خونه که میشه، از کنار اتاق خواب بچه‌ها رد میشه. هر دو تا بچه خوابیده بودن. ساعت دقیقاً 12:30. در اتاق الکسی ولکوف رو آروم هل میده، میره داخل اتاق. مردی 54-5 ساله با موهای جوگندمی و شونه‌های پهن روی تخت نشسته و داره کتاب میخونه. ارنستو حتی یه ثانیه هم تلف نمیکنه و با 8 تا ضربه چاقو توی شکمش که زده اونو میکشه. مادر خانواده از صدای درگیریشون بیدار میشه و میرسه به ارنستو و شوهرش که خونی و مالی شده و طبیعیه که جیغ بکشه و اون دوتا بچه هم از صدای داد و فریاد مادرشون بیدار شدن. اللوبو همشون رو با ضربات چاقو میکشه. طبق گزارش بازپورت مندورا، ترتیب مرگ‌ها بر اساس جهت خونریزی و وضعیت اجساد کاملا مشخص بوده. ناتالیا آخرین نفر بوده. یعنی این مادر بیچاره مجبور شده بوده تا آخرین ثانیه زندگیش ببینه که چطور بچه‌هاش جلوی چشش سلاخی میشن، بعد نوبت خودش رسیده بوده. اینکه اون ارنستو لاشی چرا مثلا اول اومده بچه‌ها رو کشته بعد مادر رو نمیدونیم دیگه، اینجاشو واقعا اطلاعی نداریم. شاید میخواسته مادر رو اذیت بکنه، شاید کرمش بوده، چه هدفی داشته این کارو کرده رو واقعا نمیدونیم. اما میخواسته یه جوری صحنه سازی بکنه که پلیس فکر بکنه مجرم برای سرقت اومده توی خونه، با خانواده درگیر شده، جنایت رو انجام داده، به خاطر همین کشوهای میزو به هم میریزه، خونه رو به هم میریزه، خود پول ورمی داره، دستبند طلایی که دست ناتالیا بوده رو باز میکنه، تا اینکه ارنستو طبق عادت قدیمی یه دسته از موهای ناتالیا رو برمی‌داره و به عنوان یادگاری میذاره توی جیبش و با خودش میبره. این بزرگترین اشتباه اللوبو توی زندگیش بوده. اشتباهی که نه تنها باعث شد خودش لو بره، بلکه یکی از بازوهای مخفی کاگبه توی آرژانتین هم به باد میده. اصلا چرا بیگ لوبو این خانواده بدبخت رو سلاخی کرد؟ جلوتر بهتون میگم. حس کردم که اللوبو تکراری شد، از این به بعد بهش میگیم که بیگ لوبو. فکر می‌کنم الان دیگه بیگ لوبو بهش بخوره. تمام این اتفاقا دقیقاً وسط یکی از متشنج‌ترین دوره‌های تاریخ جهان رخ میده. دوران جنگ سرد. سازمان‌های مثل کاگبه یا همون سازمان اطلاعات شوروی دنبال آدمایی میگشتن که به نظرشون خائن محسوب میشدن. آدمایی که حتی اگه هزاران کیلومتر دورتر فرار میکردن بازم میرفتن سراغشون. و درست وسط همین آشوب سیاسی، جایی که هیچ کس دقیق نمیدونسته همسایه دیوار به دیوارش واقعا کیه، پرونده ما شکل میگیره. طبق گزارش‌های روزنامه‌های محلی، اواخر مارس 1969 معلم جدید به همراه شوهرش وارد یه روستا میشن. النا رامیرز 33 ساله، زنی با موهای قهوه‌ای تیر و بلند که معمولاً میبستشون، با چشمای عسلی و زاری آروم و خیلی جدی که داشته، و شوهرش ریکاردو رامیرز 37 ساله، قد متوسط، موهای مشکی کوتاه و سیخ سیخ با دستای خیلی کت و کلفت و سینه بسته، چون کارش تعمیر کار ماشینای کشاورزی بوده. آدم به شدت خشک، سنتی و مذهبی دو آتیشه، از اون مذهبیای افراطی که حتی یه لحظه هم حاضر نبودن از اصولشون کوتاه بیان.
اینجا باید دوباره تکرار بکنیم که اگه یادتون رفته توی اون سالا توی استان مسینیوس حضور غریبه ها چیز خیلی عجیب غریبی نبوده. خانواده وارگاس هم دقیقاً یکی از همون غریبه ها بودن. اونا توی یکی از همون 30 و چند تا خونه روستای ایگناسیو زندگی میکردن. یه خانواده 4 نفره معمولی به نظر میرسیدن، اما این خانواده اصلاً وارگاس نبودن. فامیلی واقعیشون ولکوف بوده. 6 سالی میشده که با هویت جعلی وارگاس توی آرژانتین زندگی میکردن و مخفی شده بودن. الکسی ولکوف نویسنده اهل استالینگراد بود. تلفظش خیلی سخته، من نوشتم. توی مرکز شهر یه انتشاراتی و کتاب فروشی کوچیک و جمع و جور داشته. الکسی با جریان تحمیلی رئالیسم سوسیالیستی که دولت کمونیستی شوروی به هنر و ادبیات تحمیل میکرد به شدت مخالف بود. عقایدش رو پنهون نمیکرد و مخفیانه با گروه‌های کوچیک آزادیخواه همکاری میکرد. همین موضوع باعث شده بود که کاگبه به توجه کاگبه بهش جلب بشه. الکسی و خانواده‌اش برای زنده موندن مجبور شدن که از اتحاد جماهیر شوروی فرار بکنن و به آرژانتین برن. ولی کاگبه دست بردار نبوده. توی سال 1970 مأمور کاگبه، یعنی همین النا رامیرز خودمون، که با پوشش یه معلم رفته بود توی روستا و خودشو به خانواده ها نزدیک میکرده، چون هدفش پیدا کردن روس‌های فراری بوده، اونایی که میخواسته بکشتشون. این النا میاد به خانواده وارگاسان نزدیک میشه چون آمارشون داشته بهشون شک کرده بوده. اینجا یه داستانی هست. خب این النا بعد میرفته اونا رو میکشته، اما شوهر النا از هویت واقعی زنش هیچ خبری نداشته و واقعا فکر میکرده که زنش یه معلم ساده است. اینجا النا برای اینکه اون خانواده رو بکشه میره سراغ ارنستو یا همون اللوبو و به عنوان آدمکش استخدامش میکنه. بعد همین تماسایی که بین النا و ارنستو شکل میگیره باعث میشه که شوهرش، همون آدم خرمذهبیه، شک بکنه بهش، چون که دیده بوده که زنش یواشکی داره با یه مرد غریبه قرار میذاره. حتما پیش خودش گفته که زنم داره بهم خیانت میکنه. حالا بریم سراغ قتل خانواده ولکوفا. وقتی که اینجا پلیس هویت واقعی اون آدما رو خبردار شد، یعنی فهمید که اصلا اینا کی بودن، داستانشون چیه، اینجا دیگه شکش بیشتر میشه به اینکه کار یه دزدی معمولی نمیخوره، ولی مدرکی نداشت و پرونده یه مدتی همینجوری بسته میشه. چند هفته میگذره، النا دوباره با ارنستو تماس میگیره تا بره باقی پولشو بهش بده، چون بهش گفته بوده که مثلا بیا این پیش پرداخت، برو بکششون، باقیشو بهش میدم. اونم میره میکشتشون. ولی یه تایمی ارنستو فراری شده بوده، چون یعنی خودشو مخفی کرده بودی، وقت نیان سراغش. حتی تو اون تایم هم النا ازش خبر نداشته. برای همین اینجا ما این وقفه چند هفته‌ای رو داریم. اینجا وقتی که میره پیشش که باقی درس موزشو بهش بده، ریکاردو یعنی شوهر خرمذهبیش که بهش شک داشته تعقیبش میکنه و اینجا دوباره با چشم میبینه که بله همسر معلمش با یه گنگستر رابطه داره. حالا نمیدونسته که داستان چی بوده که، ولی فکر میکنه خیانت دیگه. ریکاردو همون شب توی خونهشون با النا درگیر میشه و النا رو میکشه. احتمالاً چون اونقدر مذهبی بوده انقدر سری زنشو میکشه، یعنی اصلا انگار به بحث و جدل و دعوام نمیرسه، همون شب رفته زنشو کشته. بعدم میره به کلیسای روستا و همه چیزو برای کشیش اعتراف میکنه. خب بقیه‌اش هم راحت میتونید حدس بزنید دیگه. کلیسا پلیسو در جریان میذاره، پلیس هم میاد شوهر رو میگیره، از طریق شوهر هم پیدا میکنن ارنستو رو میگیرن و وقتی که میرن توی خونه ارنستو، میرن تو خونه بیگلوبو، داشتن خونهشون میگشتن، تمام اون یادگاریایی که از مقتولنش جمع کرده بوده رو میبینن. با اعتراف ارنستو مدارک هویتی النا زیر ذره‌بین میره و هویت واقعیش به عنوان مأمور کاگبه لو میره. ببین اینجا نمیدونسته داستان چیه، زنه داستانش چیه، ولی وقتی که این میاد میگه آقا اون زنه النا اومد به من گفتش که بیا برو اینا رو بکش، اینا میرن آمارشو در میارن. و اینجا چند تا رابطه مهم النا با سفارت شوروی تو آرژانتین هم شناسایی میشن و لو میرن. نتیجه چیه؟ یه شک ساده و حسادت یه شوهر مذهبی باعث شد که یکی از شبکه‌های محلی اطلاعات شوروی توی آرژانتین کاملا خنثی بشه. ارنستو توی دادگاه به حبس ابد محکوم شد. چند هفته بعدم تو صف قضا یه درگیری ساده راه افتاد، با چاقو بهش حمله کردن و کشتنش.
اینجا چند تا نظریه وجود داره راجع به کشته شدن ارنستو. اینه که میگن کار کاگبه بوده کشته شدنش، چون ارنستو تو زندان محلی تو کشور خودش بوده، ارنستو قاچاقچی بوده. این آدما وقتی میرن تو زندان اتفاقا خیلی ارج و قرب دارن، چون چندین بار زندان رفتن، همه زندانی‌ها رفیقاشونن. درگیری سر قضا بکشنش، این کار کاگبه است. کاگبه آدم فرستاده که بکشنش. اما خب مردن ارنستو چیز مهمی نیست که کسی بخواد راجبش تحقیق بکنه. بچه‌ها اگه از این پرونده خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک بکنید، کانالم سابسکرایب بکنید و منو نقد بکنید. این جزو اولین پرونده‌ای که گرفتم، این درس دومین ویدیویی که دارم ضبط میکنم. نقد بکنید بچه‌ها، بیاد دستم. دمتون گرم.